از این خاطر دوستان در مسئله شبکه‌های اینترنتی بسیار احتیاط کنید. این با اون معنا نیست که هر چیز بخوای بگی. این نامه اعمال تای. این می یوتیوب نامه اعمال. روز قیامت همین نامه اعمال میرن در دست ما میتن. میگه عبدالوهاب این همین نامه اعمال تای. البته همه نامه اعمال تمکین باشه. یک جزء یک قسمی از نامه اعمال تای. بگی که در یوتیوب چیکار کردی؟ و چیکار مشغول بودی تو در یوتیوب؟ این نامه اعمال اینستاگرام یک قسمی از نامه اعمالت. تو در این اینستاگرام چیکار کردی؟ و چیکار مشغول بودی در اینستاگرام؟ چی را رکلام میکردی؟ ویدیوهای چی ویدیو میگذاشتی؟ در چی لایک میموندی؟ کامنتاری ها چی بود؟ کی را دستگیری میکردی؟ در کدام صحیفه ها رفته پادپیسات چه کرده بودی؟ کی را کمک میکردی؟ همه شب تو میبرن در دستت میتم میگم بگی اینا بگی. اگر خوب باشه خوش به حالت، اگر بد باشه وای بر حالت. اگر خوب باشه جنت، اگر بد باشه دوزخ. بهترین جا بدترین جا. دوستان گرامی این عمر دنیا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زیادتر یا کمتر، ولی قبر 1000 ساله هاست. امیالی در قبرستان نفرانی هستند که 1000 ساله ها خوابند و وقتی که از قبر همه میخیزیم روز قیامت 50,000 سال است. تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. این آیت قرآن است. و وقتی که الله سبحانه و تعالی ما را محاکمه میکنه، احکم الحاکمین، ملک الملوک، خالق آسمان، خالق زمین، خالق ملائکه، انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، خالق آن چیزی که با چشم سر میبینیم و آن چیزی که نمیبینیم، الله وقتی که ما را محاکمه میکنه، ذره اگر کاری نیک باشه جمعش کرده است، ذره اگر کاری بد باشه جمعش کرده است. وقتی که محاکمه میکنه یا جنت میریم یا دوزخ. دوستان گرامی جنت ابدی است. دیگه در جنت خیلی نیست که 1000 سال 2000 سال 5000 سال 10,000 سال، نه، ابدی است، آخر نداره. این چنین دوزخ هم ابدی است. الله در قرآن میگه خالدین فیها، اینا جاویدانی هستن، دیگه آخر نداره. مگر بعضیایی که گناه کردن یک مقداری گناه خود دوزخ میموند، بعد مؤمن بدن البته میرن جنت. لیکن گپ در سر این است که همین قبر که وقت ما در قبر میریم، همین قبرستان، قبر ما باغ از باغهای جنت است یا چقری از چقری دوزخ است، یعنی رحمت است یا عذاب است در قبر. روز قیامت آیا ما نجات مییابیم یا نمییابیم؟ آیا نامه اعمال در دست راست میگیریم یا در دست چپ میگیریم؟ آیا ما پول صراط گذشته میتونیم نمیتونیم؟ آیا با ما چی میشود؟ یا اینکه جنت میرویم یا دوزخ میریم؟ همه نتیجه این عمر چند ساله دنیاست. 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، این چند ساله که در دنیا میمونیم، انمی معلوم میکنه که آینده ما چی میشود. از قبر سر کرده روز قیامت جنت یا دوزخ یا رحمت یا عذاب، همه را چی؟ انمی عمر دنیا، عمر اندک دنیا تعیین میکنه. پس این عمر دوستانی عزیز باید غنیمت بدونیم. اخی نمیشه که هم تا بخری و خوروی و همین فقط فیس دیگه همین یوتیوب بدروی و با دخترها در چت بدروی چق چق کنی و دست به فیسق و فجور بزنی، هر کجا پول بیاوی و حلال است حرام است بخریش کم تا پر کنی و همه گرگیرده و کدر رفتن بگیری. خیلی نمیشه. این عمر برای این نیست. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت میپرسه. پس خوش به حال کسی که پند میگیره، خوش به حال کسی که اصلاح میشود، خوش به حال کسی که خودش محاسبه میکنه پیش از که الله سبحانه و تعالی رو محاسبه کنه. حضرت عمر چی میگفتن؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خودتون رو محاسبه کنید پیش از اینکه شما را الله محاسبه کنه. وزینو یعنی شما اعمال خودتون را در ترازو مانید پیش از اینکه اعمال شما را در ترازو گذاشته شود. الله در قرآن میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. الله میگه روز قیامت روزی است که انسان از برادر خودش میگریزه، از برادرش میگریزه، از پدر و مادر خودش میگریزه، و صاحبته و بنیه، از همسر و از فرزنداش میگریزه. صاحبه اینجا همسر است یعنی، و بنی از فرزنداش میگریزه. یعنی روز قیامت روز اندک نیست، حقیقت است. ما میخواهیم نمیخواهیم میمریم، میخواهیم نمیخواهیم میمریم، میخواهیم. روز میشوه میفهمیم که عبدالوهاب مرد است، خبر رسید مرده، یا کی فلان او هم مرده.
خیلی که خبری دیگه برادران را ما میفهمیم، ولی در آلمان شدیم خبر میکنم فلان همسایه مرد، الله رحمتش کنه، آدم خوب بود، فلان برادر مرد. و این را فراموش نکنه که دائم پیرو نمیمرن، ریش سفیدا نمیمرن، خبری مرگ جوانا هم زیاد میفهمیم، فلانی مرد، فلانی مرد، فلانی مرد. روزی میشه که نامی تر میگیرن، میگن فلانی مرد، عبدالله مرد، احمد مرد، محمد مرد، ابوبکر مرد، عمر مرد، نامی ما هم میگیرن. پس انسان باید کمک فکر کنه. درست است که در دنیا مشکلات زیاد است، مشقت است، غریبی است، غربت است، مهاجرت است، پروبلم است، لیکن ما باید در این دنیا باید فعال باشیم. زندگی سرسختی میخواهد، انسان باید استوار باشد. دنیا دار امتحان است. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه و تعالی میگه من مرگ و حیات خلق کردم. ببین اول حیات است با مرگ، لیکن در قرآن اول نام مرگ میگیره. برای چی؟ زیرا مفسران میگن انسان وقتی که قرآن که میخونه مرگ دائما فکر مرگ بکنه. در دنیا رو هم تا جای میتونیم آباد میکنیم. الله در قرآن میگه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. شما در فکر آخرت باشید، جز آبادی است، در طلب آخرت باشید، ولی نصیب خودتونه، حظ خودتونه، نصیب خودتونه در دنیا فراموش نکنید. این دنیا هم باید ما زحمت بکشیم، درس بخونیم، آباد کنیم، پیشروی کنیم. در دنیا ابتداع است، ولی در دین اتباع است. در دنیا پیشرو کن، بخون، درس بخون، پیشرو کن. بسیار مسلمانان هم پیشرو کنن، با قوت باشن. این البته چیزی مهم است در اسلام، ولی در دین اتباع است. در دین نمیتونی از پیش خود هر چی بسازی. خلاصه دوستانی از این چند کلمه بود که اطراف در عموم گفته می مثلا